ما تو حوزه عبادات که وارد میشیم عبادات رو در چندین بخش مینگریم. یه دسته از عبادات گفتاریه و در حوزه عبادات گفتاری یکی از مؤلفه هایش نشر فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. اگر کسی پیغمبر فرمود فضائل امیرالمؤمنین برای مردم نقل کنه، ناقل مناقب علی باشد، حاقل فضائل امیرالمؤمنین باشه، به احترام فضائل امیرالمؤمنین که از جانب این شخص نقل شده، خدا گناهان زبان او رو میبخشد. اگر کسی به احترام امیرالمؤمنین بنشیند و مستمع مجلس بشه، فضائل امیرالمؤمنین رو گوش کنه، خدا گناهان گوش او رو میآمرزد. اگر به حسب ارادت به امیرالمؤمنین بنشیند روایتی مشاهده کند که اون روایت فضلی از فضائل امیرالمؤمنین باشه، خدا گناهان چشم او رو میآمرزد. اگر روایتی رو بنویسد که اون روایت فضلی از فضائل امیرالمؤمنین باشد، تا زمانی که اون مرکب بر روی اون ورق است خدا حسنه در نامه عمل این کاتب می نگارد. پیغمبر فرمود آخرش همشو بذارید یک طرف. اگر گناه جن و انس من الاولین الی الاخرین گناه یک نفر باشد و در صفحه حسناتش هیچ عملی ندارد غیر از یک عمل و اون عمل هم اعتقاد به فضلی از فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، فرمود خدا به حدی ثواب به این عمل عطا کند که گناه جن و انس من الاولین الی الاخرین در برابر این ثواب کم